خب خیلیاتون پرسیده بودین که چجوری میتونین برای خودتون یه فروشگاه با حالا یا دامین خودتون یا یه فروشگاه با دامینی که ما بهتون میدیم بسازین که بتونین محصولاتون اونجا تبلیغ بکنین، یا لینکشو مثلا داخل کانال تلگرامتون یا بیو پیجتون بزنین و مشتریای خودتون رو با فروشگاه خودتون بتونین در واقع بهشون محصول بفروشید. شما بعد از اینکه وارد پنل همکاری میشید، از قسمت منوی پایین قسمت محصول رو میزنید. اینجا این بالا 3 تا براتون آپشن میاره: کاور، فروشگاه ساز و لندینگ. ما با قسمت فروشگاه سازش کار داریم. روی فروشگاه ساز که میزنید 2 تا حالت داره. یکی شاپلاگ جدیده که میشه در واقع فروشگاهی که با دامنه‌ای که ما خودمون به شما میدیم. یه دونه هم دامین جدیده که اگر شما خود دامین داری، هزینه کردی، دامین هاست خریدی، باید این گزینه رو انتخاب کنیم. ما میریم حالت اول، یه شاپلاگ جدید رو انتخاب میکنیم. اینجا برای فروشگاه هم یه اسم انتخاب میکنم. مثلا میزنم سمیرا. شما فرض کنید که من دوست دارم اسم فروشگاهم سمیرا باشه. اینجا هم دوباره سمیرا رو وارد میکنم، مثلا میزنم سمیرا شاپ و دکمه ثبت رو میزنم. خب میبینید اینجا برای من سمیرا شاپ رو اضافه کرده و لینکش هم اینجا برام گذاشته، samira.mmkati.ir، که میتونم اینو هر جا که میخوام استفاده کنم. توی حالا کانال تلگرامم، توی کانال روبیکام، روی روبینو، روی اینستاگرام، هر جایی که میتونید امکان لینک گذاشتن دارید و میخواین فروشگاهتون تبلیغ کنید، میتونید از این در واقع از این لینک استفاده بکنید. اگر که بخوام تنظیماتش رو تغییر بدم، مثلا من بخوام حالا پشیمون شدم میخوام اسم فروشگاهم یه چیز دیگه بزنم، یا میخوام بهش کلمات کلیدی اضافه کنم برای SEO، یا میخوام لوگو یا عکس و آیکونی که خودم دوست دارم، مثلا خودم برای خودم یه لوگویی دارم میخوام اون رو استفاده کنم، یا میخوام روی حالا این نماد گرفتم به اسم خودم، به اسم دامینم، میخوام این نماد اضافه کنم، یا مثلا میخوام کد گوگل برای SEO بهش اضافه کنم، یا روی یکتانه تبلیغ گرفتم میخوام اینجا بهش اسکریپت یکتانه اضافه کنم. همه اینها رو میتونید به راحتی اینجا انجام بدین. هر کاری که بخواید با فروشگاهتون انجام بدین اینجا امکانش رو دارین. حالا فرض میکنیم که مثلا من تغییراتی که دوست داشتم انجام دادم. اینجا این آدرس سایت اما فروشگاه هم کپی میکنم، اینجا آدرس فروشگاهمو کپی میکنم و حالا میخوام مثلا برم ببینم که این فروشگاهی که من درست کردم به چه شکله. اصلا میخوام ببینم که داخلش چجوریه، شکل و شمایلش چجوریه، محصولاتش چیه. خب میبینید خیلی سریع در یک چشم هم زدم من الان صاحب یه فروشگاهی شدم که تمام محصولاتی که توی می مارکت به عنوان همکاری در فروش وجود داره من اینجا دارم. میتونم دونه دونه هر محصولی که میخوام سرچ بکنم. بعد این پایینش برام به حالت در واقع قسمت پشتیبانی و رهگیری سفارش و تعویض سفارش تماس با ما هستش. میبینید مثلا من تماس با ماش بزنم اطلاعات پشتیبانی اینا رو کامل برام میاره. مشتریان خیلی راحت میتونن از پشتیبانی استفاده بکنن و هر محصولی هم که بخوام میتونم سرچ کنم. دسته‌بندی ها کامل اینجا هستش، میتونید هر محصولی که میخواین به راحتی به مشتریتون از طریق لینک خودتون ارائه بدین. و ببینید اگر که مثلا من این محصول رو باز کنم، میبینید اینجا مثلا لینکی که اینجا برای من میاره، اگه بخوام بهتون نشون بدم مثلا این لینک رو ببینید داخل این لینک کد من هستش. مثلا این آخرش که 170 104 هستش این کد منه. این کدمو میتونم اینجا خودم ببینم و مطمئن بشم که این فروشگاهی که من برای خودم درست کردم همه سفارشایی که میاد با کد خودم داخلش ثبت میشه به راحتی.